نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء، رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر لحظه و هر روز زندگیتان در طاعت و عبادت الله متعال و تدبر در آیات کلام پاکش بهتر و زیباتر از لحظات و روزهای گذشته آن سپری گردد. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه بار دیگر بر ما منت گذاشت تا با جمع همکاران و شما عزیزان و سروران در برنامه دیگر از برنامه‌های حفظ قرآن کریم گرد هم بیاییم برای تدبر بیشتر در آیاتی دیگر از کلام الله مجید در سوره مبارکه حج. در امتداد بحث حفظ قرآن کریم از ابتدا به سوره مبارکه حج رسیدیم و به حمدالله در آخرین برنامه‌ای که در خدمت شما عزیزان بودیم سوره مبارکه انبیا به پایان رسید و به اذن الله متعال در این برنامه سوره مبارکه حج رو به همراه شما عزیزان آغاز خواهیم کرد. البته قبل از آن قول داده بودیم که به همراه شما عزیزان درباره نحوه به خاطر سپاری شماره صفحات مقداری در ابتدای برنامه صحبت کنیم که انشاءالله در ابتدا درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد چند دقیقه رو و بعد از اون انشاءالله شروع خواهیم کرد به بررسی ترجمه معانی آیات ابتدای سوره مبارکه حج. اما قبل از همه این موارد لازم به یادآوری است موضوعی رو خدمت شما عزیزان و سروران عرض بکنم. پیرو تماس یکی از عزیزان و سروران بیننده، یکی از برادران عزیزی که در دو برنامه گذشته استاد انصاری در برنامه آنویسی که تماس گرفته بودن و خواستار افزایش وقت برنامه حفظ قرآن شده بودن از 1.5 ساعت به 2 ساعت و ظاهرا چون این اتفاق نیفتاده بود مقداری از شخص بنده ناراحت بودن و دلخور شدن. برداشت بنده این بود که مقداری دلخور شدن از اینکه چرا این کار انجام نشد. جا داره که من در آغاز تشکر بکنم از این برادر عزیز و سرور گرامی و همه شما عزیزان و سروران به خاطر اهتمامی که به برنامه خودتون دارید و محبت و لطفی که نسبت به این برادر کوچکتون دارید. ما هم به همراه جمع همکاران عزیزان پشت صحنه احمد جان و فرید جان، محمد جان و بقیه همه عزیزانی که در این رسانه در خدمت شما هستیم، همه شما عزیزان رو دوست داریم از صمیم قلب و به شخص حقیقتا احساسی که نسبت به همه شما عزیزان و سروران بنده دارم به مانند خواهرها و برادرای شخص خود من هست. همه شما رو به خاطر الله متعال دوست داریم و امیدواریم که الله متعال همه ما و شما رو دوست داشته باشه، چرا که به خاطر او هم دیگر رو دوست داریم. و موضوع بحث اضافه شدن وقت برنامه ما دوست داشتیم این کار انجام بشه، اما مقدار نیاز به زمان داریم چون بالاخره موضوع بحث جدول برنامه‌های تلویزیونی که به هر حال بیننده‌هایی داره در گوشه و کنار دنیا، مقداری جابجاییش نیاز به همکاری و نیاز به هر حال بررسی برخی وقتها داره و حداقل یک مقداری زمان بر هست. پروژه بحث تغییر زمانها ما جدولی که آماده میشه در پخش تلویزیون
این جدول برای یک دوره زمانی معین و مشخصی هست و نمیتونیم به راحتی درش دخل و تصرف بکنیم در اضافه کردن وقت برنامه ها و کم کردنش آسان تر است تا اضافه کردنش. و همونجوری که استاد انصاری هم اشاره فرمودن خدمت شما برادر و سرور عزیزم و همچنین همه شما عزیزان، بیانی الله طول می‌داریم که در ماهای پیش رو بتونیم که این انشاءالله امر رو و این خواسته شما رو محقق بکنیم و انشاءالله برنامه رو اضافه بکنیم مقداری وقتش رو و انشاءالله که این فرصت باقی باشه تا ما و شما بتونیم که این کار رو انجام بدیم. البته خدای نکرده اگر انجام نشده بود این حکایت از بی‌توجهی نسبت به فرمایش شما و درخواست شما نبوده، بلکه افتخار ما همیشه در تلویزیون این هست که خدمتکار شما عزیزان و سروران هستیم و تلاش ما همیشه این بوده تا آنچه که درخواست شما عزیزان هست در برنامه ها حتما مورد توجه قرار بگیره و هدف ما به هر حال کسب رضایت الله متعال در خدمت به شما عزیزان هست و این همیشه سرلوحه کار همه عزیزان دستن در کاران کانال بوده و خواهد بود و انشاءالله که اگر وقت فعلا تأخیر نکرده بر ما انشاءالله سخت نخواهید گرفت. همه شما رو دوست داریم به خاطر الله متعال و محتاج دعای خیرزان هستیم. میان برنامه میبینیم باز میگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با محتوای برنامه این هفته. همراه ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما آنچه را که روی زمین است زینت آن قرار داده ایم تا انسانها را بیازماییم که کدام یک از آنها بهتر عمل می کنند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء. رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء. رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا. با عرض سلامی دوباره خدمت همه شما خوبان و سروران در موضوع بحث شیوه به خاطر سپردن شماره صفحات. ما در طریقه به خاطر سپردن شماره صفحات سعی میکنیم تا اونها رو دسته بندی بکنیم. از اونجایی که در مصحف عثمان طه، آن نسخه‌ای که پیش روی بنده است و پیشنهاد میکنیم برای همه عزیزان تا از روی اون حفظ بکنن، این مصحف هر جزءش
20 صفحه هست، به استثنای جزء 1 که 21 صفحه است و جزء 30 که 23 صفحه است. بقیه جزءها غالبا یعنی همشون بلا استثنا 20 صفحه‌ای هستن و یعنی 2 تا 10 صفحه نیم جزء ما داریم. 10 صفحه نیم جزء اول و 10 صفحه نیم جزء دوم. برای حفظ شماره صفحات وقتی عزیزی میخواد حفظ بکنه، از اونجایی که شما میدونید که آیه‌ای رو که حفظ کردید یا از شما پرسیده میشه یا دنبالش هستید، در صفحات سمت راست هست یا صفحات سمت چپ. به همین خاطر نیازی نیست در تمرین شماره صفحات ما صفحات سمت راست و سمت چپ رو با هم تکرار بکنیم، چون که یا شما در بین صفحات سمت راست شک دارید کدام صفحه سمت راست است، یا در بین صفحات سمت چپ و میدانید که مثلا سمت راست هست اما نمیدونید کدوم صفحه سمت راست، یا میدونید که سمت چپ هست اما نمیدونید که کدوم صفحه سمت چپ. به همین خاطر ما در تمرینمون میایم صفحات سمت راست رو با هم تکرار میکنیم و صفحات سمت چپ رو با هم. در برز پوزش در یک جزء صفحات سمت راستش دو تا نیم جزء ما داریم. صفحات سمت راست 10 تا، صفحات سمت چپ هم طبیعتا 10 تاست. ما میایم کار رو آسان‌تر میکنیم. به جای اینکه 10 صفحه سمت راست رو در یک جزء بررسی بکنیم، 5 تاش رو اول بررسی میکنیم، 5 تاش رو دوباره باز بعدش. چون در هر نیم جزء 5 صفحه سمت راست، اولین صفحه حتما 3 داره یکانش، بعد 5 هست، بعد 7 هست، بعد 9 هست، بعد 1. صفحات شماره صفحات بین من. شما اگر مثلا ما سوره مبارکه انبیا رو به عنوان مثال که درس قبلی ما بود، درس‌های قبلی ما در سوره انبیا بود و 10 صفحه هم هست، دقیقاً یک نیم جزء میشونیم حسابش کنیم، نیم جزء کامل. سوره انبیا رو اگر بخوایم شماره صفحات رو به خاطر بسپاریم 5 برگ است. دقیقاً سوره مبارکه انبیا 5 برگ است پیش روی من. ما این 5 برگ رو 5 صفحه سمت راستشون رو با هم بررسی میکنیم، 5 صفحه سمت چپشون رو با هم. اما روشی که برای صفحات سمت راست داریم همین رو برای صفحات سمت چپ هم شما استفاده کنید. من از صفحات سمت راست شروع میکنم برای به خاطر سپردن. ما میایم و صفحات سمت راست رو شما در نظر میگیرید. طبیعتا این تمرین برای عزیزانی است که حفظ کردن سوره رو. کسانی که حفظ نکردن طبیعتا این تمرین برای اونها سخت خواهد بود و شاید نتونن که این تمرین رو انجام بدن. تمرین صفحات سمت راست رو اول شروع میکنیم. 5 صفحه سمت راست رو از اولین صفحه سمت راست در سوره مبارکه انبیا 323 صفحه 323 رو جلوتون باز میکنید. 323 300 که شد یعنی 15 جزء رو رد کردید، 20 هم یک جزء میشه 16 جزء. 3 که شد یعنی اول جزء 17 هم، اولین صفحه سمت راست جزء 17 هم است. اولین صفحه رو آیه اول و آیه آخر رو باید در ذهن داشته باشید. صفحه 323 یا اولین صفحه سمت راست انبیا آیه 11 و کم قسمنا من قریة، ابتدای آیه رو تو ذهنتون میارید و آیه آخر ام اتخذوا من دونه آلهة آیه 24. آیه 11 و آیه 24 تو ذهنتون دارید. صفحه 323 آیه 11 تا آیه 24 11 24 یک نگاه میاندازیم به صفحه، در ذهنتون تصویر رو دارید. آیه 11 تا آیه 24 این صفحه چند است؟ صفحه 320 توش دیگه نمیخواد تکرار بکنید. 320 خود به خود در ذهن شما هست. 323 بعد میریم صفحه، این صفحه اول بود، صفحه 3 اون یکی یکانش 3 داره. صفحه آخر حفظ میکنیم، یعنی صفحه آخر یعنی اونی که یکانش 1 داره میشه صفحه 331 صفحه آخر انبیا. 5 صفحه سمت راست داره. صفحه اولش 11 تا 24 بود. صفحه آخرش رو بررسی میکنیم، بعد صفحه وسط، بعد بین اول و وسط، بعد بین وسط و آخر. این تمرین ها رو من با سرعت رد میشم. عزیزانی که میخوان تمرین کنن با دقت، با تأنی، یعنی شما می‌نشینید راحت صفحه اول سمت راست 323 رو میگید آیه 11 تا آیه 24 در ذهنتون میارید. 3 بار، 4 بار، 5 بار تکرار میکنید. هر بار تکرار میکنید آیه اول و آیه آخر حتما باید در ذهنتون باشه. بعد که در ذهنتون جانشین شد میریم صفحه آخر، صفحه 331 رو با هم بررسی میکنیم. عذرخواهی میکنم. صفحه 331 آخرین صفحه سوره مبارکه انبیا و آخرین صفحه سمت راست است از این 5 تا صفحه‌ای که ما در سمت راست بررسی می‌کردیم. 331 آیه 102 تا 12،
آیه 102 تا 112. شما آیه رو وقتی که در ذهن میارید اولش رو میارید لا یسمعون حسیسها، مثلا آیه 102 هست ابتدای صفحه تا آیه آخرم که قال رب احکم بالحق. در صفحه 331 آخرین 5 صفحه سمت راست، اولی چند بود؟ 12 تا 24 323. آخری 331 آیه 102 تا 112. بعد این دوتا رو در ذهنتون تکرار میکنید. مصحف رو مثلا میبندید همونطوری که هست، فکر میکنید، تکرار میکنید. صفحه 331 102 تا 112 یا تا آخر سوره. صفحه 323 آیه 12 تا 24 سوره که انبیا. الان شما از این 5 صفحه سمت راست اولی و آخری رو حفظ کردید. اولی 323 تو ذهنتون میارید صفحه رو 12 تا 24. صفحه آخری اولی 12 تا 24، آخری 102 تا 112 صفحه 331. الان اول و آخر حفظ کردیم، اول و آخر. میریم سراغ آیه صفحه وسط. صفحه وسط همیشه در 5 صفحه هایی که ما در نظر میگیریم، چه 5 صفحه سمت راست، چه 5 صفحه سمت چپ، ببخشید 5 صفحه سمت راست، همیشه چه نیم جز اول چه نیم جز دوم، همیشه اولیش گفتیم 3 داره، یکانش، آخری 1 داره، وسطی 7 داره. میریم سراغ صفحه وسط. این تقسیم بندی چه کمکی ما میکنه؟ کار ما رو آسان‌تر میکنه، حفظش آسان‌تر میشه، در تمرین راحت‌تر حفظ میشیم. صفحه 327 صفحه وسط هست، این رو در نظر میگیریم. آیه 58 فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم تا آیه آخرش که ووهبنا له اسحاق آیه 72 است. یک گام میندازیم ببرش 58 آخرش 72 58 فجعلناهم جذاذا. فکر میکنیم تو ذهنمون میاریم، میشینید اینجور نگاه میکنید صفحه رو، چشماتون رو میبندید. فجعلناهم جذاذا آیه 58 ابتدای صفحه است. باز تاکید میکنم این تمرین برای عزیزانی است که سوره رو کامل حفظن و با شماره آیه هم حفظن. عزیزانی که حفظ نیستن و یا شماره آیه رو حفظ نکردن هیچ نیازی به این تمرین ندارن و نیاز نیست اصلا شماره صفحات رو حفظ بکنن. عزیزانی که حفظ کرده ان میتونن که از این روش در کل قرآن کریم در هر نیم جزئی استفاده بکنن. صفحه 327 آیه 58 تا 72 در ذهنتون میارید. 58 آخری رو میارید و وهبنا له اسحاق 72 و این رو چند بار تکرار میکنیم. 58 72 58 72. الان ما 3 صفحه داریم. اولی رو داریم، صفحه 323 رو داریم، آیه 12 تا 24 بود. صفحه آخر رو داریم که آیه 102 تا 112 بود و صفحه وسطی رو داریم 27 رو داریم که از آیه 58 تا آیه 72 داشتیم در این صفحه. بعد الان صفحه اول، وسط و آخر رو ما داریم. در ذهنتون ورق میزنید. در ذهنتون ورق میزنید. صفحه 5 صفحه رو که هست در ذهنتون همینجوری ورق میزنید. من حالا به خاطر نشان دادن این تصور ذهنی این کار رو با تصویر انجام میدم، اما نیاز نیست شما ورق بزنید. صفحه اول سمت راست تو ذهنتون میارید. آیه چند بود؟ صفحه 323 آیه 11 تا 24 هست و این رو تو ذهنتون میارید. بعد میگید صفحه اول 11 تا 24، صفحه وسط 7 آیه 58 تا 72، صفحه آخر 102 تا 112. بعد میمونه بین اول و وسط، بین وسط و آخر که این رو هم با تأنی اینها رو انجام میدن عزیزان. میرید سراغ صفحه اول که 23 بود 11 تا 24، صفحه وسط 58 تا 72. بین اول و وسط که یکانش همیشه 5 داره اون رو حفظ میکنیم 325. صفحه 325 رو باز میکنید، نگاه میکنید آیه 36 و اذا رآک الذین کفروا و همچنین بعد میریم سراغ آیه آخر 44 36 تا 44. در ذهنتون میسپارید آیه 44 بر متعنا هؤلاء. این آیه رو حتما حفظ کردید، تکرار میکنید. صفحه 325 آیه 36 تا 44 36 تا 44 این صفحه وسطی است. 36 44 36 44 اول صفحه آخر صفحه. هر کدوم از این تمرین ها حداقل چند دقیقه وقت میگیره. من برای فقط بیان شکل کار دارم با سرعت رد میشم، اما هرگز شما با این سرعت تمرینتون ادامه نمیدید. عزیزانی که میخوان تمرین کنن برای هر صفحه حداقل چند دقیقه وقت بگذارید و شاید این 5 صفحه از شما شاید حدود 10 دقیقه یا رو تا 20 دقیقه وقت بگیره برای تمرینش. من به خاطر استفاده از وقت دارم این وقت رو خلاصه میکنم.
اما شما برای تمرین هر صفحه چند دقیقه وقت میگذارید. مهم اینه که در هر صفحه‌ای شما از این صفحات سمت راست 5 تا، کمی کارو در صفحات سمت چپ هم انجام خواهیم داد. شما دقت میکنید که آیه اول و آخر صفحه چیست. حتما به شماره آیه در ذهن شما باشه. اول صفحه و آخر صفحه. ما 5 صفحه رو رفتیم به همراه شما عزیزان. این 5 صفحه 4 صفحهش رو رفتیم. صفحه اول 323 11 تا 24. بعد وسط بود. بعد آخر رو رفتیم 331 102 تا پایان سوره 112. صفحه وسطی رو داشتیم آیه 58 تا 72. صفحه بین اول و وسط یعنی 325 رو داشتیم. این 323 بود، این 5، این 7. 323 که آیات 36 تا 44 بود. باقی مون یک صفحه که 9 داره. این صفحه 3 5 7 9 که میشه بین وسط تا آخر، که شما میتونید این رو میرید سراغ صفحه و نگاه میکنیم. از روی صفحه رو میاریم 329 نگاه میکنیم که این آیه و من الشیاطین ما یغوصون له، این صفحه آیه 82 تا آیه 90 فاستجبنا له. شما آیه اول رو تو ذهنتون میارید آیه 82 و من الشیاطین ما یغوصون له، با آیه آخر هم در ذهنتون میارید فاستجبنا له و وهبنا له یحیی آیه 90. آیه 90 82 تا 90 82 90 82 90 به این شکل تکرار میکنید. میگه صفحه 329 در ذهنتون میارید. صفحه 329 این صفحه است از بین 5 تا سمت راست. صفحه 329 آیه 82 اول صفحه در ذهن میارید تا آیه 90 82 تا 90. الان این 5 صفحه رو تمرین کردیم. اولیش صفحه 323 بود 11 تا 24. آخری 331 بود 102 تا 112. ما بین صفحه 327 بود آیه 58 تا 70 بود و ما بین اول و آخر 325 بود که آیه چند بود 36 تا 44 و صفحه 329 82 تا 90. این رو بعد به ترتیب تکرار میکنیم. الان این 5 صفحه رو وقتی حفظ کردیم، من عمدن چرا ترتیب رو به هم زدم اول آخر وسط تا فکر بکنیم، تا مجبور بشیم فکر بکنیم، ذهنمون رو وادار به فکر بکنیم. وقتی که هر 5 صفحه حفظ شدید دیگه الان تو ذهنتون به ترتیب ورق میزنید، از ابتدا به انتها، از انتها به ابتدا. از ابتدا اگه بخوایم ورق بزنیم شما این ورق رو باز نمی کنید. من فقط به خاطر اینکه عملیاتی که در ذهن انجام میشه رو بهتر درک بکنیم تو ذهنتون این کارو میکنه. تو ذهنتون صفحه 323 رو در نظر میگیرید، میگه آیه 11 تا 24 صفحه 323 که این اولین صفحه است. بعد ورق میزنید تو ذهنتون، ورق میزنید میگه صفحه بعدی سمت راست میشه صفحه 325 آیه 36 هست تا 44. بعد ورق میزنید در ذهنتون صفحه بعدی الان این صفحه سمت راست میشه صفحه 327 اون صفحه وسطیه بود که آیه 58 تا 70 هست. بعد در ذهنتون ورق میزنید میاد صفحه 329 که آیه 82 تا 90 بود. بعد ورق میزنید که میاد صفحه آخر صفحه 331 که آیه 102 تا 112 هم بود. دوباره از آخر میریم به اول. از آخر صفحه آخر 331 102 تا 112 329 82 تا 90 327 آیه 58 تا 70 325 36 تا 44 323 آیه 11 تا 36 تا 44 صفحه 323 آیه 11 تا 24. اینها رو از ابتدا به انتها، از ابتدا به انتها و از انتها به ابتدا همینجوری از عقب به جلو، از جلو به عقب تکرار میکنید. در ذهنتون ورق میزنید، میرید جلو برمیگردید، میرید جلو برمیگردید. این 5 صفحه رو که مسلط شدیم همین کار رو با 5 صفحه سمت چپ میکنیم. این 5 صفحه سمت راست 3 5 7 9 1. اینجا باز برعکس میشه اعداد زوج 2 4 6 8 آخرش هم 0 میشه. اولی رو حفظ میکنیم، بعد آخری رو، بعد وسطی رو، بعد به همین شکل صفحات سمت چپ رو هم تکرار میکنیم. همین کار رو در تمام نیم جزهای قرآن به پیش میبریم. پس خلاصه صحبت، یک نیم جز رو در نظر میگیریم، 5 صفحه سمت راستش رو. یک نیم جز یعنی از صفحه چند شروع میکنیم؟ یک نیم جز از کجا شروع میشه؟ از ابتدای جز، طبیعتاً از ابتدای جز تا 5 برگ پشتش. صفحات سمت راستش رو با هم مرور میکنیم. همیشه صفحه سمت راست اولین صفحهش 3 داره یکانش، بعد 5، بعد 7، بعد 9، بعد 1. 5 داره که مرور کردید. همین کار رو با صفحات سمت چپ میکنیم. دیگه همین روش رو در کل قرآن تکرار میکنیم. 60 تا نیم جز یعنی 60 تا 5 صفحه سمت راست،
و 60 تا 5 صفحه سمت چپ داریم. انشالله که عزیزان متوجه این موضوع شده باشن، هرچند که عزیزانی که از ابتدا با ما بودن حتما با این روش خودشون دارن پیش میان، اما احیانا عزیزانی که در مابین راه به ما پیوستن این روش حفظ شماره صفحات هست. عزیزان انشالله که تمرین بکنن و با دقت تمرین کنید، با تأنی و با عجله نمیشه حفظ کرد و نیاز به حفظ آیات قبل از حفظ صفحات داره. عزیزانی که حفظ نکردن شاید براشون خیلی مشکل باشه. انشالله که این تمرین رو به خوبی انجام بدید و آنچه که نیاز دارید از این تمرین استفاده کنید. میان برنامه میبینیم، باز میگردیم با شرح آیات ابتدایی سوره مبارکه 8 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. و چون با الله پیمان بستید به پیمان الهی وفا کنید و سوگندها را پس از تأکید آن نشکنید، در حالی که الله را بر خود نگهبان ساخته اید. بیگمان الله از کردارتان آگاه است. و مانند آن زنی نباشید که نخهای تابیده اش را پس از محکم تابیدن باز می کرد. شما نباید سوگندهایتان را در میان یکدیگر دستاویز نیرنگ و خیانت قرار دهید به بهانه اینکه گروهی از گروه دیگر بیشتر است و جز این نیست که الله شما را با آن می آزماید و به طور قطع روز قیامت آنچه را در آن اختلاف داشتید برایتان روشن می سازد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء. رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا. با عرض سلامی دوباره خدمت همه شما خوبان و سروران. در برنامه‌های گذشته به همراه شما عزیزان سوره مبارکه انبیا رو به پایان رساندیم و دیدیم که چگونه الله متعال در سوره مبارکه انبیا، سوره‌ای که با ذکر نام قیامت و بحث نزدیک شدن قیامت آغاز شد و با نشانه ها و علائم و صفات قیامت در این سوره به پایان رسید. در برگیرنده بیانهای مختلفی بود، از مهمترین آنها بیان
الگو برای من و شما، انبیایی رو الله متعال برای ما و شما در سوره مبارکه انبیا به عنوان الگو معرفی فرمود تا با تأنی و با استعانت از راه آنها و دستورات آنها و آنچه که به آن متوسل شدند که ندای توحید بود و راه الله متعال و راه عبادت او، ما هم به مانند آنها خود را آماده بکنیم به آنچه که پیش روی ماست برای قیامت. در ادامه آیات کلام الله مجید بعد از سوره مبارکه انبیا، سوره مبارکه دیگری داریم به نام حج. سوره مبارکه حج از جمله سوره هایی است که درباره اینکه در مکه نازل شده است و یا در مدینه نازل شده است بین مفسرین اختلاف نظر وجود داره و قول راجح تر این است که آیات این سوره مبارکه یعنی سوره مبارکه حج برخی از آیاتش بلکه بیشتر آیاتش در مدینه منوره نازل شده و برخی از آیاتش در مکه مکرم. گرچه در خود مصحف شریف هم در فهرست پایانی این سوره رو مدنی نوشتن، اما آیاتی داره که در مکه نازل شد. این سوره علاوه بر این که بین مکه و مدینه آیات مکی و آیات مدنی داره، ویژگی های دیگری هم داره که این سوره بعضی از آیاتش در شب نازل شده و برخی از آیاتش در روز. علاوه بر این که این سوره برخی از آیاتش در سفر نازل شده و برخی از آیاتش در حضر، یعنی وجود رسول علیه السلام در مکان زندگیشان مدینه منور و آیاتی که در مکه بوده در مکه مکرم. سوره مبارکه حج تنها سوره است در قرآن کریم که در خود سوره 2 آیه سجده وجود داره و علاوه بر این که این سوره در خودش 2 آیه سجده رو داره، تنها سوره ای هم هست که به اسم یکی از ارکان مهم دین و ارکان اسلام است و آن حج. ما در قرآن کریم سوره به نام نماز نداریم، گرچه درباره نماز آیات فراوانی سخن گفت. سوره به نام زکات نداریم، در حالی که آیات فراوانی به اندازه حداقل آیات نماز درباره زکات هم صحبت شده. همینطور سوره درباره روزه هم نداریم، گرچه آیات روزه و رمضان در سوره مبارکه بقره و سوره قدر در پایان قرآن کریم سخن گفتن درباره رمضان و فضیلتش. و این سوره مبارکه حج نامش درباره یکی از ارکان مهم دین است و ارکان مهم اسلام که آن حج است. رکن پنجم دین ما حج و سوره‌ای به نام حج، سوره‌ای بزرگ که 78 آیه داره این سوره مبارکه و نیم جزء از کلام الله مجید رو به خود اختصاص داده. از تعداد صفحاتش برابر با سوره مبارکه انبیاست و سوره مبارکه حج مسمای به حج است، چرا که در این سوره الله متعال درباره حج و دستور ابراهیم علیه السلام و ندای ابراهیم علیه السلام و دعوت ابراهیم علیه السلام برای حج صحبت می‌فرماید و اینکه چگونه حج بکنیم. برخی از احکام حج رو در این سوره داریم. الله متعال درباره احکام حج برای ما صحبت میکنه در این سوره و دروسی که در حج هست. و عجیب هست که این سوره با اینکه نامش حج هست اما آغازش در امتداد آیات سوره مبارکه انبیا که از قیامت سخن میگفت. آغاز حج، سوره مبارکه حج با خبر از قیامت است. گویی که الله متعال به ما میفهماند که برای آمادگی قیامت بهترین وسیله حج است و گویی که الله متعال
میفرماید حج امتداد راه انبیاست. سوره مبارکه حج ذکرش بعد از و ترتیبش بعد از سوره مبارکه انبیا نشانه به این دارد که حج و درسهای حج و شعار توحیدی حج خلاصه و چکیده راه انبیاست و دعوت انبیاست و انبیای الهی ما رو به سمت حج فرا خواندن. از ابراهیم علیه السلام که ندا داد و در این سوره ذکر میشه ندای او و کسانی که به ندای او لبیک گفتن برای حج بیت الله الحرام در مکه مکرمه. خلاصه دعوت انبیا در حج برای ما بیان میشه که لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. در حج قیامتی صغرا برپاست تا برای ما از قیامت کبرا بگوید. به همین خاطر الله متعال در ابتدای سوره مبارکه حج و آیات مختلفی از این سوره از قیامت سخن میگوید. قیامتی که ما برای رسیدن به پیروزی در اون امتحان سخت، آنچه که اتفاق خواهد افتاد برای ما در مسیر پیش رو، نیاز داریم تا از حج درس ها بگیریم و با شرکت در حج خودمون رو مسلح بکنیم و پیشا پیش بریم به سراغ آن قیامت. در سوره مبارکه حج درس های مختلفی است. درس های عقیدتی از قیامت، از نبوت، از معاد، از توحید که حج ابتدا تا انتهای او درس توحید است و در سوره مبارکه حج دلایل بسیار قوی رو الله متعال برای اثبات حقانیت خود و توحید خود و قدرت خود برای ما بیان می‌فرماید و دلایل بسیار قوی در رد شرک و مشرکین و دلایلی که اونها بیان میکنن. علاوه بر این که در سوره مبارکه حج الله متعال برای ما از جنگ و نبرد حق و باطل صحبت میفرماید. در میدان دلیل و علم و استدلال و در میدان سلاح شمشیر و جنگ هم در آیات جهاد هم در سوره حج نهفته است، چرا که حج درسی است و تمرینی است برای جهاد و حج ما رو آماده میکنه برای جهاد با نفس، جهاد با شرک و خرافات و بدعات اعتقادی و جهاد در مسیر رضای الله متعال با جان و مال آنجایی که نیاز است. سوره مبارکه حج درس های فراوانی داره که با تلاوت آیاتش انشاءالله بونها خواهیم پرداخت. در آغاز این سوره مبارکه میخوانیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم. ندا به تمام انسان ها، یا ایها الناس، ندای به سمت همه انسان هاست بلا استثناء. اتقوا ربکم، بپرهیزید و تقوا پیشه کنید. تقوا پیشه کنید از رب خود، آن ذاتی که شما را خلق کرده و مدیر و مدبر امور شما و تمام عالم است. معنای رب این است: رب به ذاتی گفته میشه که خالق است و نه تنها خلق میکنه بلکه تصرف میکنه و تدبیر امور رو به دست داره. اتقوا ربکم ایها الناس، یا ایها الناس، ای انسان ها، تقوای پروردگارتون رو پیشه کنید. هدف از خلقت آسمان ها و زمین تقواست. این ندا هدف کل آفرینش است، خلاصه کل آفرینش. الله متعال میفرماید در سوره مبارکه انعام: هو الذی جعل لكم النجوم و جعل لكم النجوم لتهتدوا فیه
برای شما الله متعال قرار داده آسمان ها رو تا تمام ستارگان رو در آسمان تا به وسیله آن رهیاب شوید در شب و در روز، در مسیرهایی که انسان استفاده میکنه و کمک میگیره از ستارگان و مسیرش رو انتخاب میکنه. الله متعال فرماید ستارگان رو برای شما خلق کرده. در سوره بقره باز میفرماید در آیه 29 خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر آنچه که در زمین هست رو برای شما خلق کرده است الله متعال. یعنی آنچه در زمین است و آنچه در آسمان است برای انسان ها و جن ها خلق شدن. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر آنچه در زمین است برای شما خلق شده است. و فرمود و جعل لکم النجوم، و برای شما قرار داده ستارگان رو، یعنی آسمان و زمین رو برای انسان ها و جن ها خلق کرده. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در آیه 56 زاریات هم فرمود من خلق نکردم انسان ها و جن ها رو مگر اینکه من رو عبادت بکنن. پس هدف از خلقت تمام آسمان ها و زمین و انسان و جن ها این است که عبادت الله متعال رو انجام بدن. و هدف از عبادت چیست؟ در ابتدای سوره مبارکه بقره آیات ابتدایی در آیه 21 الله متعال میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای انسان ها عبادت کنید پروردگارتان را، الذی خلقکم والذین من قبلکم، آن ذاتی که شما را خلق کرده و قبل از شما رو هم خلق کرده بود، لعلکم تتقون، تا باشد که به تقوا برسید. یعنی هدف از عبادت هم تقواست. در کلامی ساده تر هدف از کل آفرینش آسمان ها و زمین و انس و جن این است که آنها عبادت کنند و به تقوای الله متعال برسند. این تقوا چیست؟ یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای کسانی که، ای انسان ها، ای فرزندان آدم، اتقوا ربکم، شما تقوای پروردگارتون رو پیشه کنید. از پروردگارتون، اون ذاتی که شما رو خلق کرده، بهراسی. تقوا یعنی اطاعت از اوامر الهی در معنای اصطلاحیش و دوری از آنچه که امر کرده. تقوا در لغت به معنای پرهیز است، قرار دادن یک شیء بین خود و آنچه که به انسان ضرر میزند. از وقایه گرفته میشه. تقوا یعنی وقایه. وقایه یعنی پیشگیری. وقایه یعنی پیشگیری. تقوا یعنی پیشگیری. پرهیزکاری معناش هم اینه دیگه. پرهیزکاری یعنی انسان پیشگیری بکنه، پرهیز بکنه از آنچه که به او ضرر میزنه. و این اتفاق نخواهد افتاد مگر با انجام اطاعت و دستورات، انجام اوامر و اطاعت از دستورات الله متعال و دوری از آنچه که ما رو نهی کرده. این میشه پرهیزکاری. بین خود و عذاب الله تعالی پرده‌ای قرار بدیم، وسیله‌ای قرار بدیم تا ما رو الله متعال عذاب نکنه، که این اطاعت از دستورات اوست و دوری از گناهانی که ما رو منع کرده. در ابتدای سوره مبارکه حج الله متعال به ما میفرماید اتقوا ربکم، گویی که حج ما رو به تقوا میرساند، عبادتی است که ما رو به تقوا میرساند. هر آنچه در این سوره هست اینها رو جزء دروس حج در نظر بگیرید. یک اصل کلی در سوره مبارکه حج، هر آیه‌ای که اینجا هست اینها رو در حج میشه دید. هر درسی که اینجا هست اینها دروسی است که در حج برای ما ذکر میشه. اینه که حج خیلی مهمه. اینه که الله متعال برای ما میاد یک سوره رو به نام حج بیان میکنه و مطرح میکنه و ابتدای سوره حج رو با تقوا مطرح میکنه. برای ما با تقوا شروع میکنه، ندای به سوی تقوا و پرهیزکاری. و این ندا در حج بسیار پررنگه، بسیار پررنگه. پرهیزکاری، اطاعت از اوامر الله تعالی، دوری از آنچه که ما رو منع کرده. ابتدا تا انتهای حج مدرسه و تمرین است برای تقوا، برای اینکه ما آماده کنیم خودمون رو به لبیک گفتن این ندا اتقوا ربکم. همینه که میگیم لبیک اللهم لبیک. الله متعال ما رو به تقوا فرا میخواند و ما در حج لبیک میگیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم، از پروردگار خود بیم داشته باشید. معنای دیگرش تقوای او رو پیشه کنید. چرا که ان زلزله الساعه شیء عظیم، تقوا پیشه کنید که همانا زلزله ساعه از ساعه، زلزله ما در فارسی بهش میگیم زلزله. زلزله به معنای حرکت بسیار سخت، تحرک و جنبش یک شی. زلزله الساعه، از ساعه، ساعه یعنی وقت و زمان،
الساعه در لغت به معنای زمان هست و وقت هست، اما الف و لام وقتی سرش میاد و در قرآن با این تعبیر استفاده میشه. الساعه مراد قیامت هست. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، از تو درباره ساعت میپرسن. الساعه در قرآن کریم به معنای لحظه برپایی قیامت است. ان زلزله الساعه، همانا آن زلزله‌ای که قبل از برپایی قیامت، آن زلزله‌ای که قبل از برپایی قیامت اتفاق خواهد افتاد. شیء عظیم، ان زلزله الساعه شیء عظیم، همانا اون زلزله‌ای که قبل از قیامت اتفاق میفته در زمین، اون جنبشی که زمین رو فرا میگیره، زلزله هایی که در زمین اتفاق میفته. اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، اون لحظه‌ای که زمین سخت بلرزد و کوهها در هم ریخته شوند و به مانند پنبه های پودر بشن و به هوا برن، اون لحظه اتفاق خواهد افتاد. اذا وقعت الواقعه، اون لحظه‌ای که آن واقعه بزرگ اتفاق میافتد، آن لحظه‌ای که ما در سوره های مختلف الله متعال قیامت رو به تصویر میکشه. اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، این سوره ها همه درباره این لحظه صحبت میکنن و اتفاقات اون لحظه. اون زلزله‌ای که قبل از برپا شدن قیامت اتفاق میفته و سبب میشه تا کره زمین از بین بره و این دنیا از بین بره و ما دنیاهای دیگری رو تجربه بکنیم و دوباره زنده خواهیم شد و دوباره به پیشگاه الله متعال در صحرای محشر حاضر میشیم و جنت و نار سرانجام تمام انسان ها و جن ها خواهد بود. یا این و یا آن. ان زلزله الساعه شیء عظیم، اون زلزله روز قیامت خیلی چیز عظیمی است. وقتی الله متعال میفرماید عظیم، عظیم الله تعالی هم شأن، وقتی عظیم میفرماید الله تعالی، کسی این کلمه رو استفاده میکنه شأنش بسیار عظیم است. وقتی من میگم خیلی بزرگ، فرق میکنه تا اینکه بچه خردسال من میگه خیلی بزرگ و یا اینکه پادشاهی بگه خیلی بزرگ. تعبیرها به نسبت افرادی که استفاده میکنن فرق میکنه. یک بچه رو اگه شما بهش بگید که چقدر پول داره، میگه خیلی پول داره، نهایتش چقدر میتونه داشته باشه؟ این خیلی پول دارم میشه یعنی نهایتش 100 200 بیشتر که نداره، 300. وقتی که یک جوان میگه خیلی پول دارم، اون موقع دیگه بحث میلیون مطرح میشه. وقتی تاجری میگه خیلی پول دارم، بحث میلیارد مطرح میشه. وقتی پادشاهی میگه خیلی پول دارم، اون موقع دیگه میلیارد رو با $1 جلوش گذاشت، میلیارد دلار باید حسابش کرد. چون هرچی که مقام یک شخص میره بالا، کلمات و تعابیری که استفاده میکنه معنای پیدا میکنه در خور مقامش. وقتی الله متعال میفرماید شیء عظیم، این عظیم الله تعالی خیلی بزرگ و خیلی عظیم در خور مقام الله تعالی است. وقتی ذاتی که خودش بسیار عظیم هست درباره یک اتفاق میفرماید عظیم هست، یعنی فراتر از اون چیزی که شما انسان ها تصور کنید. هر چی ما تصور کنیم که این چقدر میتونه این زلزله عظیم باشه، فراتر از اون هست. زلزله‌ای که تمام دنیا رو در بر خواهد گرفت و صحنه بسیار سختی رو به تصویر خواهد کشید. برخی از این تصاویر رو الله متعال به خاطر تقریب معنا و درک بهتر اون اتفاق برای ما اینجا مطرح میکنه. این آیه صحبت از بخشی از زندگی ما داره که پیش روی ماست. یک اتفاقی قراره بیفته، نمیدونیم کی، اما یقینا این اتفاق خواهد افتاد. من، توی بیننده، ما و آنچه که قبل از ما روی زمین زندگی کردن و آنان که بعد از ما خواهند آمد، این رو احساس خواهیم کرد. این لحظه رو، اون لحظه عظیمی که این کره‌ای که روی او زندگی می‌کنیم، نه تنها این کره زمین و بلکه هر آنچه که در آسمان هاست از بین خواهد رفت. یک انفجار عظیمی که الله تعالی در پایان سوره انبیا فرمود یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، آن لحظه‌ای که الله متعال فرمود به مانند جمع شدن کتیبه‌ای که روی اون نامه می‌نویسید، دوباره باز میگردانم آفرینش رو به حالت اولش و همون گونه که پخش میشه دوباره جمع میشه و منفجر خواهد شد و از بین خواهد رفت. چقدر این سخته این تصویر. ببینیم که الله متعال چه میفرماید. تصویری از این روز، یوم ترونها،
یوم ترونها، اون روزی است که وقتی میبینی، ترونه، وقتی میبینید ها اون زلزله رو، وقتی که اون روز رو ببینید، انقدر عظیمه که وقتی اون روز رو ببینید، میبینی اون روز رو، وقتی میبینی اون زلزله رو، تذهلو، فراموش میکند. از کلمه ذهول به معنای نسیان گرفته میشه، فراموشی. تذهلو کل مرضعت، هر مرضعی، تذهل کل مرضعت، مرضعه از رضاعه گرفته میشه به معنای شیر دادن. مرضعه کسی که، آن زنی که شیر میدهد، آن زنی که بچه خود را شیر میدهد. تذهل کل مرضعه، بلا استثناء، کل مرضعه، همه زنانی که شیر میدهند. تذهل کل مرضعت، آن روزی که فراموش میکنند همه زنهایی که شیر میدهند. چی رو فراموش میکنند؟ عما ارضعت، از آنچه که شیر میدادند او رو. فراموش میکنند هر آن چیزی رو که بهش شیر میدادند. محبت پدر بیشتره به فرزندش یا مادر؟ یک سوال. همه میگید مادر، و حقیقت هم این است. یک فرزند رو مادرش بیشتر دوست داره تا پدر. یک واقعیت غیر قابل انکار. از بین فرزندها باز مادر فرزندی که کوچکتر هست رو بیشتر محبت داره به او، چون کوچکتر است، نیاز به رسیدگی بیشتری داره، توجه بیشتری داره. و طفل شیرخوار که نیاز به شیر داره، انقدر محبت بین مادر و این طفل هست، انقدر مادر به این طفل وابسته است و به فکرش هست و همراهش هست که لحظه او رو از خودش جدا نمیکنه. و باید همینطور باشه. این طفل نیاز به شیر داره و مادر که بهش داره شیر میده، و مادر باید همیشه این طفل همراهش باشه که هر وقت نیاز به شیر داشت به شیر بده. چقدر مادری که شیر میداد، مرضعه یعنی مادری که شیر میده، این بچه‌ای رو که شیر میده دوست داره و محبت داره بهش. غیر قابل تصوری محبت. این رو فقط مادرها میتونن احساس بکنن. مادرهایی که فرزند شیرخوار دارند و به او شیر میدهن میتونن احساس بکنن که یک مادر چقدر میتونه فرزند شیرخوار خودش رو در اون لحظه‌ای که به او شیر میده دوست داره. و زنی که بچه شیر میده، آیا این کار براش چقدر اهمیت داره؟ مرضعه، الاعتراف فرمود، نفرمود هر زنی، فرمود مرضعه، زنی که شیر میدهد. یعنی زنی که شیر میده از یک طرف بچه خودشه، طفل شیرخوارشه که 9 ماه در شکمش بود و الان داره شیر میده، و یک طفلی که نیاز داره به مادر، یک طفلی که واقعا نیاز داره همه وجود به مادرش، و این مادر هم شیر میده به او، در حال شیر دادن بهش. یعنی مهمترین کاری رو که باید انجام بده فعلا شیر دادن به بچه‌ش هست و این کار داره انجام میده. یعنی شما تصور کنید چقدر این کار مهمه و چقدر محبت در این کار هست. مادری که داره بچه‌ش رو شیر میده. یک اتفاق میفته الان اگر یک اتفاقی بیفته، یک انفجار صورت بگیره اطراف خونه ما، خدایی نکرد، یک صدای مهیبی میاد، مادر چیکار میکنه؟ اولین کاری که میکنه بچه رو داره بغلش میگیره. اگه زلزله اتفاق بیفته و اتفاق افتاده خیلی جاها، نه تنها مادر که خواهر برادرها میرن زیر دیوار، میرن داخل ساختمان تا طفل شیرخوار رو بردارن بیارن و احیانا اونجا دچار حادثه شدن و دیدیم خیلی از این موارد رو. مادر که به جای خود. مادر اگر همچین اتفاقی بیفته، زلزله‌ای بیاد، شده خودش رو فدا بکنه برای فرزندش، این کارو میکنه و بچه رو در آغوش میگیره و خودش رو حتی خم میکنه احیانا تا بدن رو سپر کنه برای آجرهای سقف، تا به کمر مادر بخوره به سر فرزند نخوره. ما در این دنیا این چیزها رو، ما در این دنیای خودمون دیدیم همین اتفاقاتی رو. اما الله تعالی وقتی درباره قیامت صحبت می‌فرماید،
چنان ترس عظیمی است، شیء عظیم، وقتی الله تعالی میفرماید که این مادر با این محبت، با این فداکاری، با این از خودگذشتگی هم آن لحظه رو که میبینه، چنان عظیم این ترس که حتی طفل شیرخوار خودش رو فراموش میکنه. خیلی تصورش سخته برای ما. چقدر میتونه عظیم باشه که مادر با این همه محبت فرزندش رو ول بکنه و بره. فراموش میکنه که اصلا طفلی داشت شیر میداد. فراموش میکنه این طفل رو. از بس این حیرت داره و از بس این صحنه عظیمی است. تذهل كل مرضعة عما ارضعت. هر مادری که داره به فرزندش شیر میده ول میکنه فرزند شیرخوارش رو، چه انسانی باشه و یا حیوانی باشه. مادری که طفل شیرخوار رو شیر میده فراموش میکنه و میره. یوم یفر المرء من اخیه. فرار میکنه انسان از برادرش و امه و ابیه و از مادرش و از پدرش و صاحبته و بنیه و از همسرش و از فرزندش. چطور سخت خواهد بود اون روز که انسان از دست فرزندش فرار بکنه. یک طفل شیرخوار، مادر طفل شیرخواری که در آغوش داره و داره شیر میده بگذاره و فرار بکنه و بگریزه و طفل رو فراموش کنه اصلا که طفلی وجود داره. اینه که شیء عظیم. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. الله تعالی میفرماید هر کسی که شیر میده، زنی که شیر میده، ول میکنه طفل شیرخوار خودش رو و میره، فراموش میکنه اصلا. و تضع كل ذات حمل حملها و تضع و مینهد. تضع یعنی از وضع یعنی قرار دادن گرفته شده. مینهد كل ذات حمل، بلا استثناء هر ذاتی که حمل داره، حامله است. هر جنس مؤنثی که حامله است برای فرزندی. تضع كل ذات حمل، میگذارد، مینهد هر ذات حملی، هر جنس مؤنثی که حامله است، حملها، حمل خودش رو میگذارد، یعنی سخت میکنه، حملش میفته، سخت میشه هر چی در شکم مادران است. وقتی که خانمی حامله است، یکی از نکاتی که خیلی پزشکان توصیه میکنن اینه که نباید بترسه، نباید بهش شوک وارد بشه، نباید بهش از لحاظ روحی یک صدمه‌ای وارد بشه که ضربه میزنه به فرزندش و احیانا سبب سخت میشه، خصوصا در ماهای اول. الله متعال میفهمد چنان این ترس عظیم است، شیء عظیم، که تضع كل ذات حمل بلا استثناء، كل ذات حمل، هر ذاتی که حامله است وضع حمل میکنه. تضع یعنی وضع کردن، وضع حمل وقتی میگیم یعنی سخت کردن، یعنی میفته. این شدت ترس انقدر زیاده. این روز اون روز قیامتی است که پیش روی ماست. مادر از دست طفل شیرخوار خودش میرود و فرار میکنه، فراموشش میکنه اصلا. یادش نمیاد که طفلی داشته و شیر میخورد در آغوش من و اونجا داره گریه میکنه. به هر زنی که حامله است، هر جنس مؤنثی، چه زن از انسان و یا از حیوانات، سخت میکنه جنینش رو. و ترى الناس، ادامه داره این حکایت، این طرف رو انسان نگاه میکنه که همه پریشانن. الله تعالی یک تصویری برای ما الان داره پیش روی ما میاره در این قسمت که باید این رو بفهمیم. چرا الله تعالی این رو ذکر میکنه؟ به خاطر این که بدانیم کجا داریم میریم و حقیقت زندگی ما چیست. در این صحنه‌ای که همه چی داره منفجر میشه، تصور کنید یک زلزله، بعضی وقتا فیلم های زلزله انسان میبینه که چطور انسان ها پریشانن در خیابان، نمیدونن، حیران ماندن که از این طرف ساختمانی نریزه، از اون طرف. حداقل در این زلزله ها میشه یک جای امانی پیدا کرد، اما این زلزله قیامت شیء عظیم، هیچ جای گریزی وجود نداره ازش. کجا میخوای فرار بکنی وقتی خود کره زمین داره منفجر میشه؟
هیچ جای وجود نداره، هیچ جای وجود نداره، جای فراری نیست. از آسمان داره سنگ میباره، کوهها دارن پودر میشن، دریاها دارن با آتش کشیده میشن و قطعه قطعه داره میشه زمین. هیچ بنایی نیست وقتی کوه در برابر زلزله طاقت نمیاره. کدوم بنای دست ساخت بشر میتونه زلزله رو طاقت بکنه؟ دیگه 7 ریشتر و 8 ریشتر نیست. الان 8 ریشترش همه چیز رو به هم میپاشه. اونجا قرار است همه چیز از بین بره. اینه که همه چی فراموش میشه. اینه که اون روز بسیار سختی است. این بر انسان نگاه میکنه، مادری داره از فرزندش میگریزه، اون طرف داره میبینیم که همه افتادن و بیهوش. و ترى الناس، الان این صحنه عجیب تر باز وقتی انسانها رو انسان نگاه میکنه دور بر خودش که اینها چشون شده. الله متعال میفهمد اون روز رو ما ندیدیم، این روز رو اما میبینیم، اما برای الله تعالی این روز گویا اتفاق افتاده، چون میداند اون صحنه ها رو چه اتفاقی خواهد افتاد. عالم به غیب است. و ترى الناس سکارى و ما هم بسکارى، و مردم رو میبینی، تو مردم رو اینطور میبینی که سکارى، مستن، گویی که مردم مستن. انسان مست کنترل نداره بر رفتارش. کسی که به تعبیر خودمونی‌تر نشه است، کسی که مسته افتان و خیزان می رود، نمیتونه تعادل نداره در راه رفتنش. یکم این طرف مایل میشه، یکم اون طرف مایل میشه، میره جلو میخوره به دیوار، دست و پاشو نمیتونه کنترل بکنه، نگاهشو نمیتونه کنترل بکنه، صحبتهاش رو نمیتونه کنترل بکنه. این انسان میگیم که مغزش دچار اختلال شده. آنچه که مصرف کرده این بلا رو سرش در آورده. اما مردم در اون روز هیچ چیزی مصرف نکردن. فکر میکنی همه اینا مست شدن. و ترى الناس سکارى و ما هم بسکارى، اینها مست نیستن. اینها مست نیستن، مثل آدمهای مست دارن رفتار میکنن، نمیتونن خودشون رو کنترل کنن. موندن چیکار کنن؟ دست و پاها داره میلرزه، اشک از چشمان داره میریزه و ترس تمام وجود انسان رو فرا گرفته. این طرف اون طرف میرن. وقتی انسان خیلی میترسه دست و پاش دیگه کار نمیکنه، دست و پای انسان میلرزه، پاهای انسان میلرزه. وقتی پاهای انسان بلرزه خود به خود تعادل انسان حفظ نمیشه. اینه که و ترى الناس سکارى، از شدت ترس و هول مردم رو میبینی که گویی مست شدن اینها. و ما هم بسکارى، اینها مست نیستن. چی شده که اینها این گونه شدن؟ پس اینها که چیزی مصرف نکردن. اینها رو چی شد یک دفعه؟ چه برای سر اینها در اومده؟ ولکن عذاب الله شدید و ما هم بسکارى، اینها مست نیستن، اما حکایت این است که ولکن عذاب الله شدید، عذاب الله تعالی بسیار سخت است، عذاب الله تعالی بسیار شدید است. این لحظه عذاب الله متعال است. این لحظه عذاب الله متعال است بر هر کسی که در زمین وجود دارد. این عذاب است، شک درش نیست. وقتی در ابتدا فرمود اتقوا ربکم یا ایها الناس اتقوا ربکم، تقوای الله تعالی رو پیشه کنید. فمن اتقى و اصلح، کسی که تقوا پیشه کنه و خودش رو اصلاح کنه، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی دارن نه ترسی دارن. این تذهل كل مرضعة اما ارضعت و تضع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارى، این وضع حملها، ول کردن طفل شیرخوار، این مستی رفتار انسانها برای مؤمنان نیست. چرا که فرمود ولکن عذاب الله شدید، عذاب آمده است. و میدانیم طبق روایات صحیح رسول علیه السلام که آن لحظه ای که قیامت برپا میشه در روی زمین مؤمنی وجود ندارد. قبل از اون الله تعالی ارواح تمام مؤمنان رو گرفته، متقیان رو گرفته و برده است. و این تصویر رو کسانی مشاهده میکنن و این عذاب بر کسانی نازل میشه که آخرین ساکنان کافر کره زمین خواهند بود. این بشارت برای همه مؤمنان است. این عذاب برای اونها است. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیای الله متعال نه خوفی بر آنهاست و نه ترسی.
اینها که روز قیامت جزء مقربینن، اینها که جزء کسانی هستند که الله متعال اونها رو حمایت های ویژه میکنه، از اونها حمایت میکنه. این برای هر کسی است که اون ندای ابتدایی رو قبول نکنه که اتقوا ربکم، یا ایها الناس اتقوا ربکم، تقوا پیشه کنید که این زلزله الساعة شیء عظیم. اگر تقوا پیشه نکنید این حکایت اتفاق خواهد افتاد. این مسیر پیش روی شماست، اون روز که ساکنان داخل زمین و بعد از اون از قبر خیستن و حتی کسانی که با کفر در داخل زمین هستن از عذاب قبر کم نیست. بعد از اون صحرای محشر، بعد از اون دوزخین، ابتدای راه تازه. اینها سخت است، تحملش برای شما. مسیر طولانی پیش رو دارید. از الان ضمانت کنید خودتون رو، از الان ضمانت کنید برای رفتن به فلان جا. بعضی مثلا الان میخوام برن از یه جای به جای دیگه، اروپا میخواد بره آمریکا بره، یکی میره طرف قشنگ درخواست میده، ویزا میگیره، موافقت میشه، بهش ویزا میدن، از مالش هم بد نیست، بلیط میگیره، راحت با هواپیما سوار میشه، میره اونجا، بهترین جاها اسکان داده میشه و زندگی میکنه. کسان دیگری هستن قاچاقی از این بر کشور، از اون کشور، از این جنگل، از این چاه، از اون رودخانه، نصفشون به مقصد نمیرسن، کشته میشن، غرق میشن، دچار مصیبت ها میشن. این حکایت دنیا است. حکایت آخرت خیلی فراتر از این است. کسانی هستن راحت میرن، به جنت میرسن. کسانی دیگری هستن مسیر بسیار مشکله، هرگز نمیرسن، به دوزخ میافتند. با این بیانات واضح و آشکار انسانهایی هستن که نمیپذیرن. آقا ول کن، برو بابا، بیکاری، قیامت چیه، حساب کتاب چیه، من ایش دنیای من همین دنیاست، بهشت من همین دنیاست. اینها فراموش کردند مرگشون رو درباره الله متعال و وجود الله متعال و خالق این آسمان ها و زمین و سرانجام این زمین میان جدال میکنن، بحث میکنن. و من الناس من یجادل فی الله، کسانی از مردم هستن که جدال میکنن درباره الله متعال، خالقشون، همین خالقی که باید تقوای او رو پیشه کنن به غیر علم، از روی جهل و نادانی، بدون هیچ گونه علمی جدال میکنن، بحث میکنن، دشمنی میکنن با حق، از روی جهل و نادانی. و یتبعوا، و پیروی میکنن، اتباع میکنن، کل هر شیطان مرید، هر شیطان رانده شده ای رو. عده‌ای هستن که نمیخوان کلام الله متعال رو گوش بکنن، حق رو بپذیرن، به دنبال هر شیطان رانده شده ای هستن، در حالی که کتب علیه، تقدیر بر این است، این گونه نوشته شده در تقدیر الله متعال بر شیطان، علیه بر شیطان، که انه، که همانا او یعنی شیطان، من تولاه، هر کسی که، من یعنی هر کسی که تولاه، او رو به دوستی بگیرد و او رو به دوستی بگیرد و یار و یاور خود قرار دهد، شیطان رو، یعنی هر کسی که تقدیر الله تعالی بر این است، شکی در این نیست که هر کسی شیطان رو به دوستی بگیرد و انه، پس همانا او یعنی شیطان، یضله، او را گمراه میکند، به ضلالت میکشاند و گمراهی، و یهدیه، و او رو راهنمون میکند، سوق میدهد، هدایت میکند، الی عذاب السعیر، به سوی عذاب سوزان که دوزخ است، به سوی آتش سوزان دوزخ. عده‌ای هستن نمیخوان بپذیرن، به دنبال شیطان و شیطان صفتانند. و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا، و من الله با عظمت قرار دادم برای هر پیامبریش دشمنانی، شیاطین الانس والجن، شیطان های از جنس انسان و جن ها. شیطان ها تنها جن نیستن، ما شیطان های انس هم داریم، کالبدی از انسان، روحی از شیطان، انسانی شیطان صفت، شیطانی است متحرک در کالبد یک انسان، شیطان است و این مثل آن شیطان جنی مضره. و برخی از کسانی که رهروان، پیرو رهبرانی شیطان صفتند
و یتبع کل شیطان مرید. درباره توحید با تو بحث میکنن، نمیپذیرن. درباره حقانیت وجود الله متعال و قیامت و آنچه که باید با آن ایمان داشته باشیم، ارکان ششگانه ایمان، با تو جدال میکنن بدون علم و پیرو شیطان هایی هستند. هر کسی که در راه شرک است مصداق این آیه است. و یتبع کل شیطان مرید. دنبال انسان‌های شیطان‌های رانده شده ای هستند که به دنبال منافع شخصی خودشونن، برای سیر کردن شکمشون، به دنبال غارت مال و جان و ناموس مردمن. اونها رو فریب میدن و چقدر زیادن این شیطان‌هایی که در لباس گرگانی هستند، در لباس میش، فریب میدن مردم رو. این گونه است تقدیر الله تعالی. هر کسی که به دنبال شیطان و شیطان صفتان برود فانه یضله، او رو گمراه خواهد کرد. چرا که بدون علم داره دنبال اینها میره، چرا که از قرآن دوری گرفته است، چرا که پشتوانه‌ای نداره این حرکتش و او رو به جهنم خواهد فرستاد. هر کسی که از راه توحید و قرآن به انحراف رفت، به بیراه رفت، شیطان او رو میگیره، شیطانی او رو خواهد گرفت و او رو با خود خواهد برد. به کجا؟ یهدیه الی عذاب السعیر، او رو به دوزخ خواهد انداخت، به عذابی سوزان. هر کسی که به دنبال اینها برود، الله متعال باز دوباره ندا میده تا بیدار بکنه وجدان خفته برخی از انسانهایی که منکر قیامتن و این اتفاقهای عظیم، و اونها رو دعوت میکنه به تفکر و تدبر. یک ندای بسیار آرام، یک حرف حساب و یک حکایتی که واقعا اگر انسان لحظه‌ای در او بیاندیشه، امکان نداره اون موقع درباره الله تعالی جدال بکنه با کسانی که او رو به الله تعالی دعوت میکنه. یا ایها الناس، ندای دوم این سوره. یا ایها الناس، ندای این سوره در ابتدا برای همه مردم بود و باز ندای دیگری برای همه مردم. یا ایها الناس، ای مردمان، ان کنتم فی ریب، اگر شما بودید در ریب یعنی تردید و شک، اگر شما در شک هستید، من البعث، اگر شما از دوباره برانگیخته شدن، دوباره زنده شدن، البعث یعنی برانگیخته شدن، دوباره زنده شدن در عالم دیگر. ان کنتم فی ریب من البعث، اگر شما فکر میکنید که آخرتی نیست، قیامتی نیست، حساب و کتابی نخواهد بود، جنت و جهنمی وجود ندارد، به این معنی است که شما فکر میکنید خالقی نیست، اللهی نیست. فإنا، پس همانا من الله با عظمت، خلقناکم، من شما رو خلق کردم، من تراب، من شما رو از خاک آفریدم. اینجا الله متعال ما رو دعوت میکنه به تفکر در ذات خودمون. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم، در زمین نشانه هایی است برای اهل یقین و خرد. و فی انفسکم، فی انفسکم، و در وجود خود شما هم برای شما نشانه هایی است. افلا تبصرون، آیا نمی بینید؟ یا ایها الناس ما غرک بربک الکریم، ای انسان تو چی تو رو مغرور کرده؟ چی تو رو مغرور کرده در برابر پروردگارت؟ یک نگاهی بیانداز به ذات خودت. چند سالته؟ 50 سال، 60، 30، 20. برو پایین تر، برو پایین تر، برگرد عقب. آن لحظه ای که متولد شدی رو یادت هست؟ یادت که نیست، اما شاید تصاویر خودتو دیده باشی که یک طفل خردسالی بودی. اینا رو هم ندیده باشی، اما میبینی و مطمئنی و یقین داری که روزی متولد شدی. هیچی بلد نبودی، دست چپ و راستت هم تشخیص نمیدادی. اخرجکم من بطون امهاتکم، از شکم مادرانتون شما رو بیرون آورد. لا تعلمون شیئا، هیچی بلد نبودی. و جعل لکم السمع والابصار، برای تو چشم و گوش گذاشت. آیا شکرشو به جا میاری؟ قبل از اون چی بودین؟ در شکم مادرت یادت هست؟ قبل از شکم مادر یادت هست از کجا آمدی؟
از وجود پدر وقتی خارج می شدی. این پدرها از کجا آمدن؟ یک فکری بکن، ببین، همینطور برگرد عقب. یک کمی تأمل کن. تو چی بودی و چی شدی؟ الان آمدی در برابر کی داری تو گستاخی میکنی، تمرد میکنی. إنا خلقناکم من تراب، من الله با عظمت شما رو خلق کردم، همتون رو از خاک. آدم علیه السلام از خاک خلق کرد. الله متعال آدم رو از خاک خلق کرد، با آب قاطی شد، گل شد سفالکی و این خشک شد، بعد در او روح دمید، بعد از وجود خودش خلق منها زوجها، از پهلوی چپش زنی براش خارج کرد، از وجود خود آدم از وجودش خارج کرد. این معجزه الله تعالی است. اون آدم و آن زن حوا شد پدر و مادر من و شما. بعد از اون دیگه حکایت متفاوت شد. از خاک خلق شدیم ما، هم پدر ما از خاک خلق شده، هم استمرار وجود ما با خاک ارتباط خیلی تنگی داره. ما برای زندگیمون نیاز داریم به احتیاج اولیه‌ای که از خاک بیرون بشه. آنچه که ما میخوریم، تمام آنچه ما میخوریم سرمنشأش خاک است. گیاهان نیازی نداره که دربارش توضیح بدیم که چه ارتباطی با خاک دارن. خاک نباشه گیاهی نیست. جانورانی که ما از اون استفاده میکنیم همه به نحوی با خاک در ارتباطن. حیوان، گاوی هست، گوسفندی هست، چه شیرش چه گوشتش اگر گیاهی نباشه که بخوره از کجا وجود میاد؟ میوه‌ای که من و شما استفاده میکنیم، همه اینهایی که ما استفاده میکنیم، اون شیری که طفل استفاده میکنه اگه مادرش غذایی نخوره از کجا وجود میاد؟ همه اینها با خاک ارتباط داره. إنا خلقناکم من تراب، ما یک بار پدر ما از خاک خلق شد و همچنان ارتباط ما با خاک تنگاتنگ است و تمام عنصرهای وجودی ما، تمام آنچه که بدن ما از اون خلق شده در خاک وجود داره و این دلیل بسیار محکمی است برای اینکه ما از خاک درست شده ایم. تمام عناصری که در وجود ماست در خاک وجود داره. همه اینها در خاک هست. شباهت بسیار زیادی بین ما و خاک است. إنا خلقناکم من تراب، من الله با عظمت شما رو از خاک آفریدم، پس افتادگی بیاموز، خاکی باش. یکی از معنیش اینه، مثل خاک باش، غرور و تکبرت رو بذار کنار، مغرور نباش، متکبر نباش، افتادگی آموز گر طالب فیضی. إنا خلقناکم من تراب، بعد از این که از خاک من الله با عظمت شما را خلق کردم، ثم، بعد از یک زمانی، ثم برای تأخیر میاد، من نطفه، سپس از نطفه خلق شدی. توی آدمی که الان میگه خدایی نیست، داری برای قیامت بحث میکنی با الله تعالی تو رو از نطفه خلق کرد. نطفه ای که در جای دیگر الله متعال میفرماید امشاج، ترکیبی از آب بدن مرد و زن است. نطفه امشاج، آنچه که الله متعال میفرماید از یک نطفه ای من تو رو خلق کردم. نطفه ای که از بدن وقتی خارج میشه غسل واجب میشه برای بدن. نطفه متعفن با بوی بد. ما هممون از این نطفه خلق شدیم، اینو که کسی نمیتونه انکار کنه. الله با عظمت میفهمد تو ذره ای بودی آب، من این کار رو کردم. این آیه رو اگه بخوایم درباره صحبت بکنیم، کل علم جنین شناسی رو، علم جنین شناسی به تعبیر ساده تر، هر آن چیزی که امروزه بشر در بیمارستان ها درباره ولادت فرزند، پزشکانی که به اسم مامایی، زنان و زایمان میرن و درس میخوانن و علمی داریم ما به این عنوان جنین شناسی، همه اینها شرح این آیه است. در 2 خط الله متعال مختصر کرده همه رو. ترتیب خلقت، من نطفه، یک نطفه ای بودی، از بدن پدرت جدا شدی و رفتی در وجود مادرت، امشاج شد، نطفه امشاج، الله متعال در تعابیر مختلف ترکیب شد با قسمتی است وجودی مادر در رحم و آنجا تبدیل شدی. ثم من علقه، نطفه ای بودی، ثم من نطفه ثم من علقه،
سپس شده یک علقه خون لخته شده، معنی دیگرش زالو است. مثل خون لخته شده خون لخته شده که شبیه زالو هست. زالو شبیه کرمه، شدیده باشن عزیزان، سیاه رنگه یا تیره رنگه، کرمی دولا است، کلش این طرف میچسبه به پوست بدن، خونو میمکه، اینو بهش میگن زالو. علقه یکی از معانی علقه این خون مرده شده. الله متعال میفهمد این نطفه رو من در رحم مادر تبدیلش کردم به این علقه، مثل این زالو. این زالو چند میلیمتره. اینی که الله تعالی دربارش صحبت میکنه. الان ما با این تکنولوژی امروز و دستگاه ها اینها رو داریم میفهمیم. 1400 سال پیش الله تعالی فرمود من در رحم این گونه آفریدم. قبل از آفرینش، قبل از نزول قرآن کریم، انسان ها درگیر بودن با هم که آیا آن نطفه مرد فقط به تنهایی سبب ایجاد بچه میشه یا نه آنچه که از سمت خانم و زن میاد و یا نه ترکیبی از این دوتاست. الله متعال فرمود اون ذره شبیه زالو هست، شکلش هم شبیه زالو، الان چند میلیمتر بیشتر نیست. علقه اول نطفه بودی، بعد یک خون لخته شده شدی. ثم من مضغه، باز شدی یک مضغه مثل یک گوشت جویده شده بودی، گوشتی رو که بجوان در دهان بیارن بیرون، یک گوشت جویده شده کوچولوی 2 سانتی نه همش. این تعابیری که قرآن استفاده میکنه بسیار ریزن اینها. مضغه یک گوشت مثل گوشتی که تو رو جویده باشه، کسی که گوشت جویده شده بوده. مخلقه، مضغه مخلقه یک گوشت جویده شده تمام خلقت، کامل، تام الخلقه. مخلقه این تام الخلقه، خلقت کامل داشت. اون لحظه ای هست که داره شکل میگیره وجود انسان، یعنی چند سانتی متر است و شکلش کم کم مثل این که دست و پا داره شکل میگیره. مخلقه، تام الخلقه و غیر مخلقه، یا اینکه بعضیا غیر ناقص الخلقه میشید، سخت میشه، کلا میفته. مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم، تا من الله تعالی برای شما تبیین بکنم، بیان میکنم اینها رو برای شما که تا خودتون رو بشناسید، بفهمید که کی بودید. و نقر بعد از اون فی الارحام، سکنا میگذینید، استقرار پیدا میکنید در رحم های مادراتون. ما نشاء، تا آنچه که من الله با عظمت بخواهم، الی اجل مسمى، ما نشاء، آنچه من میخواهم تا مدت زمانی مشخص و معلوم که متوسطش 9 ماه است. در شکم مادرتون میمونید، ماندید و میمانید. اینها رو من برای شما مرتب کردم. این نظم رو چگونه ممکنه که همینجور تصادفی به وجود آمده باشه؟ درباره این آیه باید نشست و فکر کرد، نه این چند دقیقه وقت برنامه ما، باید هفته ها دربارش فکر کرد. خیلی از ما قبول داریم که این سیستم اتفاق میفته، اما هیچ وقت نیومدیم دربارش واقعا فکر بکنیم. چه عظمتی است، چه شگفتی است. از بریم در بحث ژنتیک اگر کسی بخواد داخل بشه، از بحث ژن ها و کروموزوم ها و خواص وراثتی ما چگونه اتفاق میفته، آنچه در رحم اتفاق میفته، چگونه این تغییر و تحولات اتفاق میفته، خود اسپرم چطور ایجاد میشه، چگونه این تخمک بهش اضافه میشه و چگونه این اتفاقات میفته. جزء شگفتی های عالم هست. چه قدرتی است، چه عظمتی است. این جسمی که الان، این زبانی که من دارم باهاش صحبت میکنم، گوشی که شما دارید میشنوید و چشمی که شما دارید میبینید، همین این مراحل رو طی کرده، بدون هیچ چیزی تقریب توقی خورده و به وجود آمده. آیا باور میکنه کسی؟ شمایی که فکر میکنید قیامتی نیست، من الله با عظمت تو رو الان اینجوری خلق کردم یا نکردم؟ من دوباره میتونم این کارو بکنم. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، تو که میبینی آسمان و زمینی هست، آن ذاتی که اینها رو خلق کرده آیا نمیتواند دوباره اینها رو خلق کنه؟ و نقر فی الارحام ما نشاء، در رحم میمونی تا وقتی که من بخوام، تا زمان مشخص. ثم نخرجکم طفلا، سپس شما رو بیرون میکنم طفلکی هستید، کوچک، هیچی رو نمیدونستیم، هیچی رو بلد نبودیم، هیچ کمکی نمیتونیم بکنیم به خودمون. ثم لتبلغوا اشدکم، سپس بزرگ میشید، به قوت میرسید، دست پیدا میکنید قدرتتون رو. و منکم من یتوفی، عده‌ای از شما زودتر میمیرن. و منکم، عده دیگری، من
کسانی هستند که یورد و گذارده میشوند الی ارذل العمر، فرصت پیدا میکنن تا پسترین دوران عمر. ارذل پسترین دوران عمر که پیری و فرتوتگی است. لکی لا، تا لا یعلم، تا نداند آن کسی که به دوران ارذل العمر رسیده، به فرتوتگی بالای سن 90 ساعت، من بعد علم شیئا، بعد از علم و آگاهی داشت اون موقع دیگه چیز رو نمیدونه. انسان وقتی که در یک عمری خیلی بالا میره دیگه کم کم حافظش رو از دست میده. و من نعمره ننکسه فی الخلق. حالا مثال میفهمید کسی رو که من عمر طولانی بهش میدم برعکسش میکنه. وقتی انسان میره بالا باز دوباره مثل طفولیت برمیگرده. هم جسم انسان شبیه طفل میشه، خم میشه، میشینه، زمینگیر میشه، میفته، دراز میکشه. همونجوری که ابتدا دراز کشیده بود، بعد خم میشد، بعد 4 دست و پا میرفت، بعد کم کم بلند میشد، بعد به زور با زور کمک دیگران راه میافتاد. این دوباره این چرخه دوباره از اون طرف برمیگرده. هم جسم ما هم روحیه ما خیلی زود رنج میشه، انسان تحملش کم میشه، بی صبر میشه، حافظش ضعیف میشه، فراموشی بهش دست میده، خیلی چیزا رو فراموش میکنه، مثل همون ابتدا که چیزی بلد نبود. این واقعیت زندگی ما هست یا نیست؟ این واقعیت زندگی من و شماست. کی میتونه جزئی از این حقایق رو انکار بکنه؟ بعدش میریم. و منکم من یتوفی، عده‌ای از شما اصلا نمیرسید به اون دوران. جوان 20 ساله تصادف میکنه میمیره، 15 سالشه، 10 سالشه. و منکم من یرد الی ارذل العمر، عده‌ای از شما میرسید به اون دورانی که بعد از اون حتی یادتون میره کی بودید و چی بودید. لکی لا یعلم بعد علم شیئا. عین همین حکایت را الله متعال میفهمد در وجود شما بود، در اطراف شما هم هست. و ترى الارض هامدة، زمین رو میبینی که چطوری خشکه، بی حرکت و ساکنه، در زمستان، در پاییز چطور خشکه. فاذا انزلنا علیها الماء، آن لحظه ای که من الله با عظمت بر او آب میفرستم، اهتزت، حرکت میکنه این زمین، میلرزه، ورابت، باد میکنه، پف میکنه، اینجوری بالا میاد. و انبتت من کل زوج بهیج، و میرویاند از هر صنفی، زوج اینجا معنی صنف است، بهیج از هر صنفی که گیاهانی از هر جنس که بسیار شادی میدارن برای شما، شادی آور. زمین مرده رو الله متعال میفرماید چطور من زنده میکنم؟ تو فکر میکنی من نمیتونم شما رو زنده بکنم؟ دوباره زمینی که آب میریزه، تخم در داخل زمین حرکت میکنه، این ریشه‌هاش که بلند میشه میلرزونه دور بر خودش و زمین رو خیلی ظریف میلرزونه. ورابت، اینجوری باد میکنه، قبل از اینکه تخم بیاد بیرون این خاک میزنه بیرون، میشکافه خاک رو، میاد بیرون، گلهای عجیب، محصولات عجیب. انظر الى آثار رحمت الله، نگاه کن به سوی رحمت الله تعالی، آثار رحمتش. کیف یحیی الارض بعد موتها، چگونه زمین رو بعد از مرگش زنده میکنه. ان ذلک لمحیی الموتى، اون ذاتی که زمستان زمین مرده رو در بهار میاد برای ما گلستانی زیبا، زوج بهیج، من کل زوج بهیج، از هر صنفی از گیاهان شادی آور و با تراوت مزین میکنه برای ما. ان ذلک لمحیی الموتى، میتونه که دوباره زنده بکنه شما رو. در هر چرخش شبانه روز، مرگ روز، تولد شب، مرگ شب و تولد روز و دوباره زنده شدن و مرده شدن شب و روز، و در تغییر فصلها، مردن درختها و طبیعت و دوباره زنده شدنش در بهار و تابستان و دوباره مردن و دوباره زنده شدن و مردن هر روز انسانهای فراوان روی زمین و زنده شدن انسانهای دیگری در همان لحظه و همان روز، همه درس هاست برای اینکه ما بدانیم که الله متعال اون ذاتی است که ما را خلق کرده. ذلک بان الله هو الحق، این همون چیزی است که شما بدانید که الله حق است. این درس هاست، همه اینها را الله متعال فرمود تا شما یقین کنید که الله ذات برحقی است. درس اول. دوم، و انه یحیی الموتى، و او اگر بخواد، او میخواد و میتواند و او زنده میکنه دوباره مردگان رو. و انه علی کل شیء قدیر، او بر هر کاری قادر است. و این ستا، الله حق است، مرده ها رو زنده میکنه،
و بر هر کاری قادر است. چهارمین درس و ان الساعة آتیتون، اون لحظه برپایی قیامت می آید. آتیتون لا ریب فیها، هیچ شکی درش نیست، یقینا این اتفاقات خواهد افتاد. و ان الله، و آن لحظه که این اتفاق بیفتد و قیامت برپا گردد، ان الله یبعث من فی القبور، الله متعال برانگیخته خواهد کرد و دوباره زنده خواهد نمود، حشر می کند هر آن کسی که در قبور است. همه مردگان را از قبرها دوباره زنده خواهد کرد. اون ذاتی که این طوری تو رو خلق کرده از نطفه‌ای و تا به اینجا رسونده، میمیری، دوباره تو رو زنده خواهد کرد. برای اون روز آمادگی بگیر. یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای کسانی که، ای انسان ها، همه بلا استثنا، از اون ذاتی که شما رو خلق کرده، بزرگ کرده و تدبیر امور شما و عالم به دست اوست پرهیز کنید، اطاعت کنید و دستوراتش رو انجام بدید، مخالفت نکنید که ان زلزله الساعة شیء عظیم، وگرنه دچار فتنه های بزرگی خواهید شد و عذاب الله تعالی خیلی سخت خواهد بود برای شما. امیدواریم که الله متعال من و شما رو از جمله کسانی بگرداند که حقیقت دنیا رو فهمیدیم و عامل باشیم به این فرامین ارزشمند و حقیقت زندگیمون رو درک بکنیم که مسافرانی بیش نیستیم در این دنیا و برای آن دنیا آمادگی بگیریم. دعای خیر شما عزیزان رو خواهانیم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. نهایت تشکر و سپاس رو دارم. در برنامه بعد بیاری الله متعال ادامه خواهیم داد مسیرمون رو و ادامه آیات رو. در پایان از الله متعال برای همه گذشتگانمون بخشش، رحمت و مغفرت، برای خودمون استقامت بر مسیر توحید تا آخرین لحظه حیات و حسن خاتمه رو خواهانیم و همه شما عزیزان رو برای الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدار شما. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء، رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن